از علیف و تایا خوار همه گوش کشیدم. گوش کش که به تو چی میگم. تو که کار خور بکردی بفهمیدی دیگه اگه مرد دیدی به مو دربندی خونه تو پا خور گدشتم گردن تو بنده که تو می قلم پامر نشکنونی بفهمیدی خوار که به تو چی میگم. آنه صبر کو گوش سرشده نکو از ما تو دیگه خلاص شد نی رفت نی آمد دیگه به هیچ عنوان نی به خونه تو میایم نی هم دیگه به خونه می بیایی بفهمیدی. آنه شاورتم پیش من حالی ماهی بیایی رو به خونه. گریه نکو چی طریق گپ زدنه چی طریق جنجال کردنه آدم خودی هم شیری خوبه میره قم رفت ها چرا نی شما زنشو کار خور خوب بلدیم که چی رقم انجام دیم. تو خوارم اوک زیر کایم بفهمیدی به جایی که ما ماستم برم به بچه خوار گیله کر بستونم شما زنشو جلوتر وقت رفتیم او کار کلاکه بکنیم فاتی دست کردیم به بچه خود چی رقم رفتار کنم همین نصیب بچه شما که نبوده شما میتونیم به زور بریم همون خوار از به بچه خوب بستونیم همون نصیب بچه ما بوده ما برفتیم برای شما نور الله ستو نکو کلمه خراب نکو یک بار جلوتر ما دست به کار شدیم که رفتیم به خوار از به خوسگری رفتیم. چرا نتونستیم بستونیم ندادم ما تو خوار ما هر کاری بوده بکردیم رفتیم بعد امر به پیش از او تعریف کردیم که ایتنه جباری تنه که ندید دختر خور بری از اینا. شما خوب بلدیم کار خود چی رقم انجام دیم. باز میگین نصیب شما مر بگدشتیم که لااقل به نصیب خود ما برسیم. تو خانوم تو خوب جلوتر از این که خبر بشیم اسب خود زین کردیم رفتیم به زینجی خواستگری کردیم دختر فاتح کردیم. باز میگی نصیب سکو خسور بری خوب گردون اقدار هم تون نرو ما که برفتیم به خونه گیلک اینا اصلا نامی از تو آدم کسی بالا نکرد که اینو بیامادم یا نمادم. ما که برفتیم بچه من به می خونه گیلک اینا رزی بود بشیشتیم خودی ما خیشی کردم. معلومه کون از من چیزی نگفتم ولی تو خانم تو که خبر داشتیم که من به اینجا من برم به بچه خوب خواستگری جلوتر از این که ما این کارو بکنم برفتیم خواستگری کردیم به بچه خوب به خاطر چی میفهمی؟ نورالله به خاطر از این که به بچه تو زن پیدا نمیشد بفهمیدی یا نه؟ این گپ نیه اصلا خوار تو به من نگفته که اینو بیام آدم اینجا خواستگری کردن من خبر از این گپ ندارم. خب خدا نیک مبارک کنه زنده باشه خدا نیک مبارک کنه بریم که ببینم آخر شما چه کار میشه. ولی نورالله پاکت خط به هیچ عنوان به در خونه من نیاری که نی من میایم و نی هم زن بچه خور میگذارم. بالی ما فامیل یعنی خوار و برار چلیپا برو بخیر برو که رفتار طور ببینم. خسربری خوربه گردم مو هم بیگونه نیه خوارزاده شمانه فرق نمیکنه انگار کنه مثل اولاد شمانه خوارزاده منه شما از زمان کینه و کنه داره تو میگدشته که این طرف میگو وای به دختر خوب بچه تو نمیدم شما میرفتیم به دل ما دردی نبود اما جلوتر از این که ما کاری بکنم شما دست اقدام کردیم اینجا به دل ما درد. برو دفتر روی بام آمد پیغام به پیغام آمد. سلام علیکم منده نباشه ماما جبا بیشتنیم جانجوره تیا راستی سلامت دوشون. چکار شدی معامله ما؟ شما نگفتی که شما یک دوست روزی با ما صبر کنه به شما خبر میدیم دومات شما بیامدک فاتح کردم. خب او اشتباه کرد نه مار میگم ما که بیامادیم به سرا شما نگفتی که 3-4 روز بعد بیایم به شما خبر بالیر میدیم. میفهمی چیه؟ خب نیلیلا دومات شما بیامده گفتک ما به شما یک گپ میگم انا به شرطی که ما به کسی چی نگیم. خب فهمیدیم مادر نیلیلا که بیامده به نانه ما بگفته با نیلیلا هم بگفته که خسربریم جبار او اعصاب نداره اصلا به 24 ساعت اوقات زنه بچی از او تلخه خونه به نون غطه میزنم میخورم. انا شما حیف شما نکرده خیال انا چیز دختر قرمدم بزو با بچیو
حیف خوار گیلک نکرده که شما بزی میدیم آنه به چی ما بدیم به چی ثبات داره صرف در رفته دست پر در خلاص کرده نه چیز ما جبار اصلا احساب نداره خب پسی تو آلیا میبینی اشته شرایط شده گیلک میبینی امروز به جایی که خوار بیایه به پیش خشم تعریف مر بکنه بگه که برار میتنه اوتنه به نفع خود خو رفته به نفع خود خو رفته بر علیه همه بعد مر تعریف کرده خب پس تو مادرتان به این تفاهم رسیدیم که جواب بلیر دادیم و گل نور هم قبول کردیم کاکا من گفتم که راست میگن دیگر نیلیلا آدم بیتری نیه بچه خوبیه انا چیزه بدم برای بده من کاکا من دستا خود بالا کردن دیگه گفتم امال ما خوار شما خیلی چیز بوده خوار شما میگفته ما همیته که بیامدیم امال همین جواب ما این شما اصلا به ما بگیم 6 ماه بعد بیایم حل فاتح رسمی شه شما امال به ما بگیم ها یک فاتح به پیش ما میکنیم من خلاص کمه دل جمع شم انا بعد مجلس ها باشه فهمیدیم انا ایتا گفتم راست بوده که مردم قدیم میگم هیچ وقت کسی نمیگه که دو غمه تو روشه خوار ما آماده بوده اینجی فقط به خاطر ازی که میگفته یا لازودتری کاری بشه که او دو خوار طور به بچه خفاته کنه بفهمیدی عجله داشته بله ها عجله داشته که نبادا جبار و خزبا دوباره بیایه شما هم که پرمر بخو کردیم گفتیم برو 3-4 روز بعد بیا ای هم 3-4 روز بعد بفهمیدیم جواب منفی به ما دادیم و دختر برای خوارزاده ما فاتح کردیم نوش جان شما گیلک جو زنده باشین بفهمیدی نوش جان شما که جبار زایه کردیم سلامت باشیم شما همیشه موفق باشیم زایه باشیم اما جبار برار مانه زایم نباشون شما مرزایه کردیم زنده باشیم برو خدا خیر بیاره به جلوی شما زنده باشیم خدا با پا هم دیگر همیت پیر شیم و بچیم هم به دختر پیدا میشه اما عاقبت شمار خودی خوار خو میبینم خدا حافظ اشتیانی جور باشه گیفتر گفتید ما خوبی جانجوره جوره هستی خیلیاته جانجوره سلامت باشی زنده باشی سیگه پایه قراری سلامت باشی اشتنم برار تو دومات مه خوبم شکو زنده باشی گیلا تا مال ما رفیق بودیم یه بالیا آلی خش شدی خش شده ما دیگه آخو خوار خور بدادم برار تا دیگه دیگه ما گفتم بدیم خوار مل بدیم به برار گیپک بدیم به شامت بیشتر ازم برار مه خوبه شکر تت یاد فضل خدا گیلا پولا می انی تولی پول نمیده دیگی پک بریم بیستی میدون دیگه ازی به بعد کچره او خش شدی دیگه رفاقتی خاطر رقافتی هر بینی با کجا میرفتی؟ چی؟ با کجا میرفتی؟ من میرفتم تا برم بعد چرخ ماستم برم مثلا خاله خو برم به خاله خو بگم که انا چیزه انا با خاله شما بیاین به سلام بیاین انا خاطر که نانه میگه که سعی کنین که میشه یک دم یعنی مثلا کار داشته باشیم به شما بچه نانی میگه تک بود تو نمیفهمی برو دیر میشه کی دیر میشه؟ خونه خالی تو برو بخیر بری خب اگه پک با سبان دیگه با من ببینی ها بیستی میدی به من خب میچلایی بیستی جال باشم دار منطقه اشتنه جانجور خیلی راستی میره کار دارم بیا میرم خونه خاله خو کار دارم من حالا دیگه ما رو تحویل نمیگیری اکا خاطر که چی؟ خوار خون نمزاددار کردی پولدار شدی گیلا پول ندادن دگار خوب چرا فاتح کردی؟ کاکا من گفته فاتح بدادم به بچه نیلیلا خبر شد به من شامه انا گفتم خوبه دیگه فاتح انا دیگه چه پول نده یک ریپی حرام باشه البته بدادم پول از تو پود میکنم مادر تو اینا گیلا کی؟ البته مادر تو اینا از تو پود میکنن که پول دادم میگم میشه گیلک بوست کنه نه ما شیشته بدم سکل باسکل موبایل نه باسکل که میخره دیگه
بابال 600 هم نانه مگو به شما میخرم به تو میخرم با چند فاتا کردین گیلا؟ کیش 30 بالا 30 بالا چند؟ جایز به جمعانه 30 بالا چنده؟ چی؟ جایز به جمع از اونایه 33 33 شد با. سلک و 30,000 سلک 30,000 33 میگی تو همونه دیگه گیلا اه. هم یک مردی بکو جان ام. هر دمه که پولا را آوردم ام. هم 20,000 ریپه برای ما دروازه و قرض بده خاطر گوی خریدم از پولای از او غلا کم بود بس بفهمیدی؟ سر تو دارم رمضان نای خوب که سر تو به یک بوجی شلغم و مال نمیدم یک ریپیه به تا پشباک نگدشتم خب نقد داشتم 2 روز 3 روز بعد میرم فاتح که بکدن 2 روز 3 روز بعد پولار میارم نهایتی طول کشی یک هفته بعد پولار میارم شاید یک ماه بعد بشه نیه دیگه گیلک جویت هم نیه که یک ماه مرتکه امرو فاتح کنه با یک ماه بعد فاتح نکردم ما او تا خون صاحب نمادم ما فقط کاکا من سفید بیدن گفتم ما که پیار ندارم ما گفتم انا چیز کن انا فاتح کنیم امی تا بگین که انا دختر بدادم امو دیگه دختر بچی نورالله شد خلاص خیر بینی یا فاتح میشه تو عقلتو نمیکشه نه دیگه عقل من میایه حالی 20,000 به من میدی گردانم بند باشه اگه لنگم دروغ بگه رمضان و چی رنگ تو دارو باید؟ یعنی نیه پول میگم نیه هر دم یا آوردم آه سبا پس سبا 2 روز 5 روز بعد نه میگه چیزه اونا میگیریم اما پیشون سراب این خونه ما گو نمیشینه اینا رو ما خراب میکنه میریم اونجا میشینیم اینا رو چی نه یالا میریم به پیشون سرا کلا نه میگه پیشکش هم میبونه خرج میکنه بالا سرا به نظرم شما چیش میکشید تا کی به خصوصی خوارت بیا نامزاددار کنیم که بریم ها دیگه میگم خونه و زندگی تیار اما کنیم ببینی لیلا وقت به نگیر اصلا من دیونه از تو دیونه ترم راست میگی که روی خور به تو میکنه کاسه به تو 20 ریپه نمیده به تو 20,000 ریپه میده فس اصلا برار دوماز مال به 22 تا کوچه با اصلا از این سلاک و 30,000 ریپه هم 300 ریپه به تو میده که تو بری به خود یک جفت کاوشی بخری تو زندگی تو ببین 10 خلاص تو دیری داری 20 ریپیه برو تیار من کمال به می جوانی 20 ریپه دارم برو گیلک برو اصلا جوانی که به 20 ریپه بدو جوانی به درد نمیخوره برو برو به جوانی شنده 30 ریپه دیری به کیسه خو اما موشو جمع کنه به تا کسی تو گوشنگی لیوارس میره برو خرج تاسفرگی ما 6 ماه بسته زندگی شما شما که شما رو به مجلس ما خبر نکن اصلا ما خود شما رفت آمد نداریم تو گیلک دیونر گفتم بلکه گفتم 20,000 بدی آماده خودتون بیار خبر ندارم که 20 ریپر کسی به تو اعتبار نمیکنه